بیننده های عزیز، من امروز همدم در قریه پروندی ولسوالی سیول بهسود. امروز از رسم و رواج فرهنگی قریه گزارش برای شما تهیه خود کردم، خصوصا برنامه علم نشره. برنامه علم نشره یک از فرهنگ های اصیل و قدیمی مردم بوده. امروز در ماجد موریم برنامه علم نشره داره، همراه اهالی ماجد میشینیم و صحبت منیم. بیایین با هم ببینیم. بیننده های عزیز، مجددا سلام و احترام دارم خدمت همگی شما. امیدوار هستم که هر کجای دنیا که هستید جور و صحتمند باشید. امروز آمدیم در ولسوالی سیول بهسود در یک از قریه‌جات ولسوالی قریه پروندی قرار داریم. مسجد امام جواد پروندی، استادم که مصروف تدریس برای شاگردانشان بودن. ما آمدیم در رابطه با فرهنگ علم نشره و بشکچه خوانی اول با خود استاد آشنا میشیم و بعد در رابطه با فرهنگ بشکچه خوانی یا بچه خوانی همراه خود استاد صحبت مونیم و استاد چی گفتنی هایی داره. تا آخر برنامه ما را دنبال کنید و که یک برنامه نهایت جالب و دیدنی خدمت شما تقدیم خواهد کردیم. فرهنگ علم نشره را به تصویر میکشیم و سرود علم نشره را خود خواندن برنامه داریم. و استاد در قدم نخست سلام خدمت شما. میشه در رابطه با فرهنگ علم نشره و بشکچه خوانی به ما معلومات بدین و بگوین که فرهنگ علم نشره چگونه یک فرهنگ است؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. چنین گفت پیغمبر راستگو، ز گهواره تا گور دانش بجو. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. چو شمع از پی علم باید گداخت، که به علم نتوان خدا را شناخت. عرض و ادب خدمت بینندگان عزیز، خدمت شما عرض اینه که این برنامه و مراسم علم نشره این یک برنامه فارغ شدن از قرآن کریم می باشد. یعنی وقتی که مثلا طفل به مکتب میره، الف با را میخوانه، پنسره را میخوانه، بعد از او باز در کلام الله مجید میآید، یک مدتی اینجا میخوانه و تا کم کم امی 6666 سوره‌ای که در قرآن می باشد این کم کم تمام میشه تا در سوره علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک در این سوره میرسه. وقتی که در اینجا رسید، طفل یک مقدار رشد میکنه و کلام خدا را یاد میگیره. همچنانه که ما و شما حدیث داریم از حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام که میفرماید علم ما کان و ما یکونو کله مجموع فی القرآن. تمام علومی که در دنیا باشد علوم جمع شده در قرآن است. و کل علوم مجموع فی القرآن مجموع فی سوره الحمد. و تمام علومی که در قرآن هست جمع شده در سوره حمد می باشد. و کل علم مجموع فی سوره الحمد مجموع فی بسم الله الرحمن الرحیم، جمع شده در بسم الله الرحمن الرحیم می باشد که از حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید انا نقطه تحت باء بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی من زیر باء بسم الله الرحمن الرحیم هستیم. یعنی حضرت علی علیه السلام در رابطه با قرآن باز حدیث دیگر می فرماید که یا نبی کتاب انزل الیک ظاهره عمیق و باطنه عنیق. یعنی ای پیامبر این قرآن که بر تو نازل شده یک کتاب بسیار عمیق می باشد. و باز هم مثلا ما روایت داریم در رابطه با قرآن که میگه یک روز یک از یاران حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام به حضرت فرمود که شما امی قرآن به من معنایش یاد بدهین. میگه حضرت از اول شب که شروع کرد به تشریح و توضیح بسم الله الرحمن الرحیم تا آخر شب از بسم الله، از شرح و تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم تمام نشد. حالا هم این یک برنامه تشویقی است برای کسانی که کلام الله مجید میخوانه، رو میکنه، روخانی میکنه. و ما امیدوار هستیم انشاءالله که این فرزندان جامعه در جای برسه که یک روز انشاءالله از تفسیر قرآن کریم هم فارغ شوه، از ترجمهش هم فارغ شوه. و این بستگی به این داره که مثلا کسانی که خدمت میکنه، کسانی که زحمت میکشه
باید اینها را از این بیشتر تشویق کنه دیگه. این علم نشره یک کارهای سنتی سابقه بوده، سابق بوده. بعضی کسا در مثلا همین 5 سوره علم نشره میکرده، در اونجا هم سوره علم نشره داریم. بعضی کسا در جاهای دیگر هست که در آخر قرآن در سوره علم نشره. اینی خودش هم یک کارهای سنتی و عنعنات مذهبی بسیار سابقه است و هم یک تشویق خیلی زیبا و قشنگ برای همه دانشجویا و اطفالی که در مکتب میره می باشد. اینی بود یک معلومات مختصر که خدمت بینندگان محترم به عرض رسانیدم. با اجازه سوال دیگه ایه که شما مثلا در سابقه آیا فرهنگ علم نشره در سابقه زیاد پرشکوه برگزار میشد یا حال تفاوتی با سابق و حالی چیه؟ تفاوتی است که قطعا و مسلما علم نشره در این شرایط با شکوتر برگزار میشه. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه بشر امروز قد بشر و انسانهای سابقه از هر لحاظ فرق داشته. در سابق سواد و فرهنگ مردم کم بود، تمدن پیشرفت کم بود، وسایل کم بود. اما فعلا که مثلا مردم در حال پیشرفت و تمدن و دوره سواد آموزی و اینهاست، فعلا خیلی با شکوه و خوب و قشنگ برگزار میشه. تشکر استاد. و استاد شما که در اینجا درس میدین ادمی ماجد امام محمد جواد چی طور شاگرد دارین؟ ما در اینجا تقریبا اگر که غیر حاضری زیاد نداشته باشیم در حدود یک 20 نفر میشه. بله این 20 نفر دیگه تقریبا یک 2-3 تایش اگر خودرو نباشه دیگه الحمدلله با توفیق الهی که نصیب ما و همین محصلین شدن، اکثرشان الحمدلله خودرو شدن و کلام الله مجید را رو کردن و بعضیشان در می علم نشره رسیده که در این روزا مراسم علم نشره است و بعضیشان تا هنوز کم مانده نرسیده که انشالله در آینده بسیار نزدیک میرسن انشالله. و استاد تقریبا همین تفاوتی از اینکه مثلا قدیما میگفت پنجشنبه روز ماتم میگفت نه؟ ماتم شنبه ماتم شنبه نه؟ دیگه ماتم شنبه چی کارهای صورت میگفت؟ ماتم شنبه میگفت مردم. قطعا این ماتم شنبه پنجشنبه روزای ماتم شنبه میگفتند به خاطر که یک تعداد از علمای سابق می اطفال بسیار میزدن. مثلا پاسپورسانی میکرد و کسی که خوب جواب داده نمیتونست با زمزمی چوبای تر میگرفت و خلاصه یک جزا میداد. ولی فعلا خیلی شرایط فرق کرده، خصوصا ما همی بچه را نمیزنیم و دیگه تا حدی که میتوانیم همیتر از طریق تشویق و مثلا همیتر گوا پیش میبریم و این بسیار یک نتیجه خوب هم داده که همی ذهن و استعداد کودک با سبب همی تشویق کردن بسیار فعال و خوب میشه. و اگر او را که در سابق میزد و ذهن کودک خراب میشد درس‌ها رو خوب یاد نمیگرفت. حالا دیگه ما ماتم شنبه نداریم، شوق شنبه نام میکنیم که یعنی بسیار بچه‌ها تشویق شوه و درس‌های خود خوب بخوانه. یعنی خب در روزای پنجشنبه پاسپورسانی میکرده از او خاطر که مردم او رو استاد پاسپورسانی میکرده بود و ما خاطر اون ماتم شنبه میگفته که شاگردان لد میخورده. این شاگردا رو خوب فرمایشی لد میکرده مثلا میزده و اینطور گفته. ولی فعلا دیگه ما نمیزنیم، ما از طریق تشویق و ترغیب و همین که کودکان انشالله استعدادش شکوفا شوه، استعدادش رشد کنه. بازی مردم که از یک رقم است که بعضی مثلا در باز جای معلومات کم است، در حالی که ما شما مثلا کسایی که در رشته تدریس و تعلیم و تربیت است خود کودکان 3 بخش میشه دیگه. یک بخش استعداد زودرس میگیم، یعنی زود یاد میگیرم و مطلبه. یک تعداد دیگه استعداد میان رس میگیم، یعنی متوسط، نه قدر زود نه قدر دیر. یک دیگه ایشی دراز مدت که یکم استعدادش دیرتر رشد میکنه. این 3 مجموعه را ما داریم. اینجا قرار دارن در کدام بخش قرار دارن؟ اکثریت از جا الحمدلله از همین استعدادهای بسیار خوب و زودرس می باشه که خودش یک جای افتخار است برای همه پدران و مادرانشون و مثلا منطقهشون. در قدیم که وقتی که همین شاگردا در الحم میرسید که امیر استاد درس میداد میگفت الف لام و الف بر هم دال پیش تو الحمد میگفت امیر الف قد لام جنگ میدیم، یعنی امزو از قدیم و حرف جنگ همون روزی که تازه میرسید شاگرد الحم میرسید باز همین حرف جنگ همون وقتا در مغزی شاگردا حک میکرد. آیا به نظر شما این کار درست بوده یا نه؟ نه، با یک شاگرد داشتیم و اشتباه میخواد میگفت الف لام بر الف بر هم دال پیش تو ربک این قضیه سر نه. آره این روانیش از یک طرف میخواد دیگه
از طرف دیگه الف لام به الحمد به حمد البشت آخر میخوان ربک بابا این قدازی سر نمیخری روانی از نیا آی جنگ به معنای همی که همی الف با به ترتیب مثلا زیر زبر داده میشه و مثلا همو یک قدک دیگه خود ترکیب میشه بعد از با صدا داده میشه تا حرکت داده میشه و همو عبارات جنگ میتیم همو یک اصطلاح بوده در تو و استاد در اینجا که مثلا در می روزای پنجشنبه که گفتم ماتم شنبه یکی خدا شکر که این روزه خیلی تغییراتی ایجاد شده بسیار و حالی میرسیم در ازی که مثلا در سابقه تفاوت سابق و با حالی در مکتب زمستانی یعنی مکتب زمستانی هم فرهنگ بچکچخانی چی رقمه؟ نه اگرچه به نظر من ولی سیستم تعلیم و تربیه خیلی فرق کرده یعنی از جمله همه روش سابقه که باقی مونده یعنی مثلا ایجگی خانی است ای از نظر علمی روز و یک مقدار همون روش های سابقه یک مقدار روش های ثقیل است نسبت به علمی روز که سنجش کنیم حالا فعلا مثلا میخوانه الف لام بر الحمد و حمد البشت یک دونه جنگ برای از میاره و یکی دیگه میاره یک ذره برای دانش آموزا واقعا سنگینه اما این کتابایی که فعلا چاپ شده در بخش سوادآموزی یا بسیار آسانه مثلا همو عکسایی که چاپ شده برای کودک بسیار زود فهمیده میشه که مثلا 5 دانه مرغ عکسش کشیده یک 5 تا زیرش مونده یا 5 دانه قورباغه مثلا این یا یکی است برای دانش آموز خیلی آسان پیش میره یک مقدار روش سابقه است دیگه او کسایی که یک مقدار فتوفن کارار بلده باز برای دانش آموزا آسان میسازه که استاد در جای به نظر از مو که می در امروز نه که تدریس خیلی به شکل درست و صحیح انجام میشه اگر امروزه مو بیتنیم که به جای کلمه جنگ دادن که در قرآن کریم هست نه همین کلمه ادغام یعنی داخل کردن که بگیم این به نظر شما چی گونه یک کلمه خود باشه؟ آی خوبه این روش بسیار خوبه مقصد هر روش که دانش آموز بسیار همونطور خو یک بحث علمی است به نام تفهیم و تفهم یعنی فهمیدن خود انسان و بعد فهماندن به دیگران و هر روشی که فهماندن برای دیگران آسان بسازه او بهترین روش می باشه به نظر من البته تشکر و حال دوستا امروز هم که قراره که یکی از براروی از مو علم نشره شده با او بریم صحبت داشته باشیم که و از استاد محترمم تقاضا می‌کنیم که دیست رو بسته کنه که یک فرهنگ خیلی قدیمی است و از برار از مو که در نام سهیل جان پیش بیا که استاد دیست رو بسته کنه و ببینیم که فرهنگ چی گونه است. و حال قرار داریم در پیش یکی از بزرگان قریه آخوند کربلایی به نظر از شما در سابق نه در سابق تعداد نفوس پروندی زیاد بود یا وال زیاده دلیل نفوس زیاد شدن یعنی ترقی و پیشرفت هم زیاد بوده در پروندی نسبت در سابق حال ترقی و پیشرفتش زیاده یا قبلا زیاد بود. بسم الله الرحمن الرحیم. در قریه پروندی فعلا حال نفوس زیاده از سابق کرده یک خانه بود 3 خانه شده 4 خانه شده. وقتی در سابق کربلایی که مردم میمون دماجی جمع شد چی برنامه هایی بود؟ یعنی مثلا برنامه های تفریحی بود نبود چی گونه برنامه هایی ایجاد میشد چی رقم بود؟ در بار که بود که مردم میمون جمع شد نماز خیر میخوان مرفتن در زمستان اینجا مکتب داره و شاگردار درس میده ملا بعد از وقتی مکتب مردم محله درس میده مگه
برنا کدام مثلا صمیمیت زیاد در سابق مردم که در ماجی جمع شد صمیمیت زیاد بود یا وال صمیمیت زیاده؟ حال صمیمیت زیاده. دلیلش را مثلا گفته میتونین که به خاطر چی صمیمیت زیاد شده در عالی نسبت به سابق؟ حال مردم یک کمی روشن فکر شده، کمی عقاید مفهمه. تشکر. و حال پیش از بیرارون خود یک از بیرارون قرار داریم که از این پرسان منیم که به حیث یک جوان تحصیل کرده که ایشان فکر کنیم که لیسانس دارن، از این پرسان منیم که دمی فرهنگ علم نشر که برگزار میشن به نام علم نشر که گرفته میشه، امی دیدگاه از این چیه که فرهنگ علم نشر چی فایده هایی داره برای نوجوانان و برای کودکان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ارادت خدمت شما و رسانه خوب شما و تمام بینندگان گرانقدر شما و همه عزیزان و سروران گرانقدر که امروز در این محفل با شکوه و قرآنی و معنوی آمدن از جاهای دور و نزدیک و از راههای نامساعدی که اینجا آمدن، قدردان و سپاسگزاریم. در نخست باید بگویم که علم نشر چیست و چی کارآمد و چی پیامد دارد. علم نشر مراسم فراغت از قرآنی عظیم شأن می باشد که متعلمین و دانش آموزان و محصلین با اتمام کامل 30 سپاره قرآن عظیم شأن به علم نشرگی می رسد. در روز علم نشر ملای مسجد دستان متعلم فارغ شده را با تار می بندد و یک قلم وسط دستان آن می گذارد. بعد از آن سایر شاگردان با خواندن شعر وی را تا خانه ایشان همراهی و بدرقه می نماید. در سالیان پسین علیرغم پایین آمدن اقتصادی اکثریت مردم با والدین با همه مشکلات و موانعی که سد راهشان است، این مراسم باشکوه را تجلیل به عمل می آورد، چون که یک مراسم بسیار حساس و حساس می باشد و این مراسم که اولین مراسم یا فراغت هم کودک پسران و دخترانشان می باشد، می تواند در سایر مثلا مراحل یا ادوار بعدی آموزش و پرورش بسیار نقشی ارزنده و سازنده در پی خواهد داشت. قدر مسلم این است که برگزاری چنین مراسم و محافل تشویقی می تواند در راهی فردی و گروهی متعلمین دانش آموزان بسیار با ارزش و مثلا تشویق شود همه دانش آموزان و می تواند در سالیان بعدی که مثلا در وارد دوره مکتب و دانشگاه شود بسیار مثلا می تواند موفقیت آمیز باشد. آیا شما به حیث یک انسان تحصیل کرده که امروزه جامعه واقعا به انسان‌های تحصیل کرده مثل شما ضرورت دارم، پیام شما برای کودک‌ها و نوجوانایی که مثلا در مسجد میان درس علمی میخوانند، پیام شما چیه؟ پیام بنده اخیر این است که مثلا جامعه ما به عنوان یک جامعه پسمانده و جنگ زده و فقیر، تنها راهی اساسی و کلان و عمدهش امین است که باید دانش نسل نوین و نسل جدید به علم و تحصیل و دانش رو بیاورن، چون که کلید حل منازع افغانستان و می رشد و پیشرفت و آگاهی جامعه ما وابسته به می تحصیل و دانش است. تشکر از شما. خیلی یک فرهنگ قدیمی است که بابش نه رقمش بابش دیست بستم نه سهل دیست خدا پیش نه بابش دیست بسته کنه که استاد دیست را استاد بسته کده و ولی از سهیل جان یک دو سوال داریم که سهیل جان
تو صنف چند مکتبی؟ 2 هستم 3 موشه. صنف 3. آفرین. امروز قرآن در چقدر دیر میشه که خلاص کردی؟ یک هفته 2 هفته موشه. چقدر؟ 1 هفته 2 هفته موشه که خلاص کرد. آفرین. سهل جان تو آرزوی تو چیه؟ آرزو من درس بخونم، درس تعلیم امروزا. آفرین سهل جان. امروز که برار از مو سهل جان علم نشر شده و قسمی که مثل یک جوانی که امروز آنقدر خوشحال است که از دروازه دانشگاه فارغ میشه و خوشحالی منه. امروز سهل جانم که تانست یک قدم از علم و معرفت طی کنه، تانسته که قرآن بیاموزه و یاد بگیره. واقعا جای افتخار است که همچون کودکای و افتخار از مویی که پدرها و مادرای مو تشویق منه و همچون جوانای را در خدمت جامعه قرار میده. سپاسگزارم از همگی. بسم الله الرحمن الرحیم. علم نشرح لک علم ترانی که در روز قیامت در نمانی چو اول ابتدا کردم به نامت خداوندا خداوندی جهانی خداوندا تو پیران را بیامرز جوانان را به کامل رسانی علم نشرح لک علم ترانی که در روز قیامت در نمانی علم نشرح لک علم ترانی که در روز قیامت در نمانی که فرزندت علم نشر رسیده مبارک بر تو ای بابای جانی محمد تو شفاعت خواه ما باش که تو پیغمبر آخر زمانی علم نشرح لک علم ترانی که در روز قیامت در نمانی علم نشرح لک علم ترانی که در روز قیامت در نمانی چنین دارم ز پیغمبر روایت ز دوزخ 4 کسی را در امانی اول استاد دوم بابای جانی سوم مادر چهارم قرآن که خوانی علم نشرح لک علم ترانی که در روز قیامت در نمانی علم نشرح لک علم ترانی که در روز قیامت در نمانی حسن را با حسین دیدم به مکتب که میخوان سوره سبع المثانی به حق سوره طه و یاسین خداوندا مرا مکتب رسانی علم نشرح لک علم ترانی که در روز قیامت در نمانی علم نشرح لک علم ترانی که در روز قیامت در نمانی چو در نشر بیاید طفل مکتب
مبارکشان بگوید شادمانی. اگر تو قدر قرآن را بدانی، شب و روزها به جان و دل بخوانی. ألم نشرح لك ألم تراني إذا الرزق يوما در نماني. ألم نشرح لك ألم تراني إذا الرزق يوما در نماني. در این مجلس بیاید هر غلامان، مبارکشان کند از شادمانی. که نازی کودکان باشد به مکتب، ز سوی مادر و بابای جانی. ألم نشرح لك ألم تراني إذا الرزق يوما در نماني. ألم نشرح لك ألم تراني إذا الرزق يوما در نماني. حسن را با حسین دیدم به مکتب، که میخوان سوره سبع المثانی. به حق سوره طه و یاسین، خداوند مرا مکتب رسانی. در نشر بیاید طفل مکتب، مبارکشان بگوید شادمانی. اگر تو قدر قرآن را بدانی، شب و روزها و جان و دل بخوانی. Thank you.
کند از شادمانی که نازی کودکان باشد به مکتب ز سوی مادر و بابای جانی که از گهواره تا اینجا رسیدیم بکن شکر خداوند جهانی به ما توفیق داد قرآن بخوانیم و از آن سوره های دلنشینی میانی تفلکانی مکتب امروز سرافرازم بکن بابای جانی مرا استاد من اینجا رسانده بده انعام نیکو هرچه داری مرا استاد مشکی تو فرستاد ز روی لطف ای بابای جانی که او تعلیم قرآن داد خواندم که اجرش را تو همسایه نسازی اگر استاد ما خوشنود گردد شود خوشنود خداوند جهانی ایا بابا ببر دستت به کیسه بیرون آورد از آن پولهای گری بر محمد و محمد صلوات اللهم صل على محمد گوشش دختر دختر گوششو
پیسه مرا میتونی یا نه؟ نه بچه بابا دستمونی یا نه بابا یا بسم الله الرحمن الرحیم اینا پاس یا گیری زدن در جایش خود اینا آخ شکر این ازاجی هزاری دیگه تبریک باشه بچه بودیم مبارک سلامت باشی شکر بچه ما بخوا کلگی تانیه نمی تحفیظ قرآن شون بخیر خب با اجازه مجلس که ما کار دارم رحمت کاکایش اینجا شرغل نزن دیگه خدا قلب کلگی بچه را با نور قرآن روشن گرداند با برکت صلوات اللهم صل علی محمد موفق بشید بچه پاکشنو حیل امروز در پیش پدر یک از دانشجوی عزیز قرار داریم که از ایشان میپرسیم که امی برنامه ای را که برگزار کرده چی حسی داره و چی پیامدهایی برای جوانان داره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت همه شما دوستان و بینندگان عزیز. امروز مراسم علم نشر سهیل جان بود. بچه کلان از متعلم صنف دوم مکتب است و همچنان سال دوم مکتب زمستانیش بود که قرآن بخیر خلاص کرده. روانی مراسم علم نشر را گرفتیم. علم نشر یک برنامه ای که است، یک سنتی است بسیار قدیمی و دیرینه که از زمانهای بسیار قدیم رواج بوده تا هنوز ادامه داره و فعلا تازه پرشکوتر برگزار میشه و خیلی مراسم خوب است برای تشویق بچه و شاگردا، خیلی تشویق میشه و امروز واقعا ما خوشحالم و که می مراسم علم نشر را گرفته تانستیم. و شما چی مثلا چی پیامی برای جوانان و نوجوانایی دارین که رمی فرهنگ علم نشر چی گونه پیامدی داشته؟ خب پیام از ما برای نوجوانا و خاصا برای والدین شاگردا یکی کوشش کنه، اول که والدین کوشش کنه که بچه‌ها رو تشویق کنه، بچه‌های خیره، فرزندای خیره، دخترها و بچه‌ها رو که در این فرهنگ باید آشنا بشن و تشویق کنه که درس بخونه، قرآن کریم بخونه تا این برنامه علم نشر گرفته شه. خودش یک برنامه تشویقی است و جوانان باید کوشش کنه که قرآن یاد بگیره و در زندگی یک دفعه همین علم نشر شه و خاطره علم نشر یک دفعه باید بومنه در زندگیش. ما یک دفعه علم نشر